Соседи, уже никто видеть тебя не хочет. Ты стал чуждым. غربا غربا غرباء ولغير الله لا نحني الجباه غرباء وارتضيناها شعارا للحياة. شرک در صفات در حد نهاییش است. چرا؟ به خاطر که کسی مخلوق الله را در علم الله شریک میدانه، کسی در طلب کردن حاجات شریک میدانه، کسی در عبادت شریک میدانه، کسی در تحلیل و تحریم شریک میدانه، کسی در نظر غیر الله شریک میدانه، کسی در تصرف شریک میدانه. و اینا که ما و شما یک کمی جستجو کنیم در وطن ما، هر کدام از این شرک مکمل پیدا کرده میتونیم. دیگه مولوی صاحب جواب بگویا. جناب مولوی صاحب، امی مقتدی تا که امی قدر عمر بود، دم وقتی جان کندنم که عیادتش رفتی و تو کلمه سرش میخواندی، اون مفهوم کلمه را نمیدانست که لا اله الا الله. بغیر از الله دیگه کس معبود نیست، بغیر از الله دیگه کس حاجت روا نیست، بغیر از الله دیگه کس متصرف نیست، بغیر از الله از حال ما کسی دیگری آگاه نیست. امی مقصد نفهمیده بود، تو مولوی صاحب برش تشریح نکرده بودی، از این خاطر در جان کندنم در پیرانی پیر صدا میکنی و کلمه‌ش هم تو خواندی. تو عالم چه قسم علی جنازه‌ش هم میخوانی، مخالفت صریح آیات قرآن کریم میکنی که الله با پیغمبر خود چی میگه؟ بگو که تو نماز نخوان بالای کی؟ کسی که میمیره در حالی که او چی باشه؟ مشرک باشه. تو چطور همین جنازه را میخوانی؟ خب مسئولیت عالم در کجا کدام سر حد رسید؟ مردم خود کی میفهمونه؟ کی میفهمونه؟ این مردکه خود تا عالی عقیده ای داره که پیرانی پیر صاحب جان کندن مرا آسان میکنه، پیرانی پیر صاحب سر حال ما اینجا رحم میکنه، پیرانی پیر صاحب باز ده او جام کی رفتم چی میکنه مرا؟ در طرف جنت میبره دیگه. چرا که مهربان است. نعوذ بالله. این بسیار سخت حدیثی است که انسان باید خوف داشته باشه، نشوه که نعوذ بالله در آخر الامر تو شرک بکنی. خب کی مردم شرک نمیکنه؟ که توضیح و تشریح شرک آنقدر تفصیلی شده باشه که خرد و کلان ای را بدانه. خاطر میگه در قریه، اونجا که در قریه بری یک ریش سفیدم کتاب توحید یادش است که کتاب توحید میخونه، امی قدر معلومات در مورد شرک و توحید داره. و از اینکه در خدمت بزرگ کدام است. اگر یک انسان گناه کرده خب لیکن عقیده چی داره؟ ما این حدیثا را یکی نه به ها میخوانیم که آخر الامر جایش کجاست؟ خب اگر کسی شرک کرده باشه اما اول دمی کجا میره؟ داتش جهنم، ولو که نیکی ها و اعمال نیک زیاد کرده باشه. شما بگوی که خدمت در کدام چیز زیاد شوه؟ در توحید، در معرفی توحید و در معرفی چی؟ شرک، که مردم در شرک واقع نشوه. از او خاطر خدا آرام گرفتن و درد نمیخوره. اگر مردم تو را اینطور فکر میکنه که برو تاپا سرت میزنه بزنه، لیکن تو مسئولیت تا ادا کو. لا ولن نخضع الا للاله منه نرجو النصر وهو المرتجى.